أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب ندب الجود و فعل المعروف والاكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. یعنی که باب در مسئله ندب الجودی، یعنی مستحب و خوب بودن سخاوتمندی و بخشندگی را پیشه کردن، و فعل المعروفی، و همچنین باب در مسئله مستحب و خوب بودن انجام دادن کارهای خیر، و الاکثار من الخیری، و کارهای خیر را بسیار انجام دادن، فی شهر رمضان، مخصوص در ماه مبارک رمضان، و زیادت من ذلك، و مخصوصا فی العشر الاواخر منه، در دهه آخر رمضان، یعنی در ماه مبارک رمضان سخاوتمندی و بخشندگی را پیشه کردن و کارهای خیر را بسیار انجام دادن فضیلت خوب و فضیلت زیاد دارد. و زیاده یعنی مخصوصا یا علاوه بر این در 10 روز آخری از رمضان، یعنی در دهه آخر رمضان این کارها را انجام دادن با ثوابی زیادتر و با ثوابی بیشتر دارد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب 2 حدیث ذکر میکند. حدیث اول این باب حدیث 1221 کتاب ریاض الصالحین هست که امام نووی رحمه الله میگوید: عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخاوتمندترین مردم بود، بخشنده ترین مردم بود. و کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخشنده تر می شد ما یکون فی رمضان، یعنی وقتی که رمضان می شد، وقتی ماه رمضان می شد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخاوتمندتر و بخشنده تر می شد. حین یلقاه جبریل، مخصوص زمانی که در رمضان، زمانی که نزدش حضرت جبریل علیه السلام می آمدند. یعنی و کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخشنده تر می شد در رمضان زمانی که نزدش حضرت جبریل علیه السلام می آمد. نزد پیغمبر وقتی حضرت جبریل علیه السلام می آمد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز سخاوتمندیش، باز بخششش زیادتر می شد و افزونتر می شد. و کان جبریل یلقاه فی کل لیلة من رمضان فیدارسه القرآن. پس ابن عباس رضی الله عنهما میگوید که جبریل علیه السلام یلقاه، یعنی که نزد پیغمبر می آمد، با پیغمبر ملاقات میکرد، فی کل لیلة من رمضان، هر شب رمضان، هر شب رمضان حضرت جبریل علیه السلام نزد پیغمبر می آمد. فیدارسه القرآن، پس تکرار میکرد با پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن را. یعنی حضرت جبریل علیه السلام می آمد با پیغمبر تکرار قرآن میکرد تا اینکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فراموش نکند، تا اینکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اون یک جا مراجعه بکند، تکرار بکند. فیدارسه القرآن، تکرار میکرد با پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن را. فلرسول الله صلی الله علیه وسلم حین یلقاه جبریل
اجود بالخیر من الریح المرسلتی، یعنی که حتما رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که ملاقات میکرد با پیغمبر جبرائیل علیه السلام اجود بالخیری، یعنی که بیشتر و زیادتر میشد سخاوتمندی و بخشیدنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم من الریح المرسلتی، از باد وزان دیده، یعنی از شمال چقدر تیز و چقدر تند و چقدر با سرعت و چقدر تیز هست، یعنی زیاد هست که الله سبحانه و تعالی با فرمان الله سبحانه و تعالی شمال چقدر زیاد می شود. پس حضرت جبریل، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بخششش، سخاوتمندیش در رمضان انا همین طور بیشتر و زیادتر و چند برابر زیاد می شد. این حدیث متفق علیه است. این حدیث دلالت می کند به اینکه انسان در ماه مبارک رمضان کارهای خیر را بیشتر و زیادتر انجام بدهد. این بود حدیث 1221 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1222 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل العشر احیا اللیل، یعنی میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن اذا دخل العشر، وقتی که دهه آخری رمضان می در آمد، دخل العشر یعنی دهه آخری رمضان که میشد، احیا اللیل یعنی که شب زنده دار بود، احیا اللیل یعنی با عبادت میگذرانید شب را، شب زنده داری میکرد، یعنی شب را با عبادت روز میکرد. و ایقظ اهله، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهلش را، همسرانش را بیدار میکرد. و شد المئزره، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه وقتی دهه اخیر می در آمد میانش را محکم میبست. مقصد از میانش را محکم میبست یعنی به کارهای خیر زیادتر جلب میشد، زیادتر کارهای خیر را انجام میداد. و همچنین میشود که شد المئزره یعنی که میانش را سخت محکم میبست، یعنی از همسرانش دور میشد تا اینکه شب را تا روز با عبادت بگذراند. در ماه مبارک رمضان رسول الله صلی الله علیه و سلم از همسرانش دور میشد تا اینکه شب را با عبادت روز بکند. این حدیث متفق علیه می باشد. پس این بود دو حدیث در باب مستحب بودن نیکویی و سخاوتمندی و بخشش و کارهای خیر را زیاد انجام دادن در ماه مبارک رمضان. این باب با همین به آخر رسید. باب نو، باب النهی عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان الا لمن وصله بما قبله او وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. یعنی باب نو، باب النهی، باب در مسئله بازداشتن، باب در مسئله منع کردن ان تقدم رمضان، یعنی از استقبال گرفتن رمضان بصومین بعد نصف شعبان، با روزه گرفتن بعد از نیمه آخر ماه شعبان. وقتی که ماه شعبان نصف را میگذراند، یعنی نصفش میگذرد، بعد از این روزه گرفتن نهی شدگی است. الا لمن وصله بما قبله او وافق عادة له، مگر کسی که وصله بما قبله، یعنی روزه گرفتگی باشد پیش از نصف ماه مبارک شعبان را، ماه مبارک شعبان را نصف اولش را اگر روزه گرفتگی باشد، او وافق عادة له، یا بعدی نصف شعبان عادتش موافقت بکند، عادتش موافقت بکند. بأن کان عادته، میگه که به این طریق که عادتش صوم الاثنین و الخمیس بود، یعنی روزه گرفتن روز دوشنبه و پنجشنبه بود. فوافقه، پس همین روز دوشنبه و پنجشنبه
بعد نصف ماه شعبان هم اگر موافقت کرد، اون روز را روزه گرفتنش جایز است، درست است و باکه ندارد. در این صورت اشکال ندارد، زیرا که عادتش بود. یعنی که یا انسان دوشنبه و پنجشنبه را روزه میگرفت، پس نصف ماه شعبان بگذرد، بعد هم روزاش دوام داده گرفتن میگیرد. یا یک انسان عادت داشت که ایام البیض را، یعنی هر ماه هجری، ماهای قمری، 13 و 14 و 15 اش را روزه میگرفت. اینا میگن ایام البیض. یا آدم عادت داشت که ایام البیض را روزه میگرفت. پس همین ماه شعبان دا آمد، یگان مشکلی، یگان سبب شد که 13 و 14 و 15 ایام البیض دا 3 روزه گرفتن نتوانست. همین انسان بعد از نصف شعبان هم روزه بگیرد، اگر براش جایز است، درست است، زیرا که عادتش بود در شعبان ایام البیض روزه گرفتن. پس این طور عادت ها اگر موافقت کرد جایز است. اما اگر عادتش نباشد، بدون عادت همچون در آخر ماه شعبان روزگیری را شروع بکند، این پیغمبر صلی الله علیه وسلم بازداشتگی است و منع کردگی هست. خب امام نووی رحمه الله در زیر این باب 4 حدیث روایت میکند. حدیث اول این باب حدیث 1223 کتاب ریاض الصالحین هست که میگوید: عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، یعنی که استقبال نگیرد کسی از شما ماه مبارک رمضان را با روزه گرفتن 1 روز یا 2 روز. یعنی ماه مبارک رمضان وقتی نزدیک می شود، 1 روز 2 روز پیش رمضان روزه نگیرید، میگوید پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پیغمبر با تأکید معنی میکند لا یتقدمن، هم لای ناهیه است، هم نون توکید است، یعنی تأکید بالای تأکید که شما رمضان را 1 روز 2 روز پیش روزه نگیرید. الا ان یکون رجل کان یصوم صومه، مگر اینکه مرد باشد که روزه میگرفت روزه اش را، یعنی روزه عادتی داشت، فلیصم ذلک الیوم، پس روزه بگیرد آن روز را، چطوری که عادت بیان کرده. مثلا دوشنبه و پنجشنبه، اگر آخر روز 2 روز پیش رمضان آخری روز دوشنبه و پنجشنبه شد روزه بگیرد، عادت داشت، پس روزه بگیرد، عادتش باشد پس روزه بگیرد. اما اگر عادتش نباشد، مخصوص همین 1 روز یا 2 روز پیش رمضان روزه گرفتن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کرده. چطوری که در این حدیث خواندیم که این حدیث متفق علیه است، حدیث متفق علیه که هم بخاری و مسلم این حدیث را روایت کردگی هستند. پس این بود یکم حدیث این باب. دویم حدیث این باب حدیث 1224 کتاب ریاض الصالحین هست که امام نووی رحمه الله میگوید: و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که ابن عباس رضی الله عنهما گفت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا تصوموا قبل رمضان. ببینید پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع میکند، نهی میکند، باز میدارد. لا تصوموا، روزه نگیرید، قبل رمضان، پیش از رمضان. حال رمضان که نرسیده است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه شما روزه نگیرید. صوموا لرؤیته، یعنی شما روزه بگیرید با دیدن ماه مبارک رمضان. و افطروا لرؤیته، و افطار کنید، روزه هایتون را بکشید با دیدن ماه شوال، یعنی که عید بکنید شما با دیدن ماه شوال. فان حالت دونه غیابتون، پس اگر که مانع شد برای دیدن ماه غیابه، یعنی ابر، اگر ابر شد مثلا روز 29 شعبان شما برای دیدن ماه برآمدید یا برای دیدن ماه آماده شدید، دیدید که هوا ابر است، ماه را نمی بینید، فاکملوا 30 یوما،
پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید پس شما پره بکنید شعبان را 30 روز، 30 روز پره بکنید شعبان را، بعد اون رمضان میشود روزگیری را شروع بکنید. پس دیدید پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز داشتگی است روزه گرفتن بدون دیدن ماه را. اگر اون کس ماه را نادیده روزگیری را ماه مبارک رمضان شروع بکند این جایز نیست. یعنی یک کس ببیند اعلان بکند بعد از این جایز است برای دیگران که رمضان را روزه بگیرند. پس در این حدیث ابن عباس رضی الله عنهما میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از روزه گرفتن پیش از ماه مبارک رمضان منع کردگی هست، اما نگفت که چند روز پیش، فقط گفت پیشش. اما در حدیث یکمی خواندگیمان حدیث ابو هریره ده گفت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که یک روز 2 روز پیش از رمضان روزه نگیرید. رواه الترمذی و قال، این حدیث را امام ترمذی رضی الله عنه روایت کرده گفته است که حدیث حسن صحیح، این حدیث حدیث حسن و صحیح می باشد. بعد از این حدیث سوم این باب حدیث 1225 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، یعنی هنگامی که باقی ماند نصف ماه شعبان پس شما روزه نگیرید. ببینید در این حدیث اکنون معین کرد پیش از رمضان چقدر پیشش را روزه نگیرید، یعنی نصف ماه مبارک شعبان اگر گذشته باشد نصف اخیرش را شما روزه نگیرید. رواه ترمذی و قال حدیث حسن صحیح، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفتگی است که حدیث حسن و صحیح می باشد. ببینید این حدیث را امام ترمذی رضی الله عنه روایت کرده است. پس این در این حدیث نصف اخیر ماه شعبان روزه گرفتن، اگر عادتش باشد روزه میگیرد، اگر عادتش نباشد روزه گرفتن مخصوص منع است. بعد از این حدیث چهارم این باب، آخران حدیث این باب، حدیث 1226 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی الیقظان عمار ابن یاسر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابو الیقظان عمار ابن یاسر رضی الله عنهما روایت است که گفت من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه و سلم. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که روزه بگیرد روزی را که یشک فیه، یعنی روزی مشکوک است، روزی مشکوک است. روزی مشکوک کدام روزه است؟ روزی 30 ماه شعبان، وقتی که مردم برای دیدن ماه می روند که آیا ماه رمضان فردا می درآید یا نه، برای دیدن ماه می برایند. وقتی که برای دیدن ماه می روند انا همین روز 30 شعبان را روزی شک می گویند. روزی شک را هر کسی میگه روزه بگیرد فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه و سلم، پس واقعا این انسان نافرمانی ابوالقاسم صلی الله علیه و سلم را کرده است. یعنی این انسان گپ پیغمبر را نگرفته است، این انسان از گپ پیغمبر سرکشی کرده است. هر انسانی که روز شک را، روز 30 شعبان را روزه بگیرد پس اون انسان گپ پیغمبر را نگرفته است. الله اکبر. آیا انسان گپ پیغمبر را نگیرد آیا عبادتش، آیا روزش ثواب دارد؟ پس این بود آخرین حدیث این باب. رواه ابو داود، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کرده و گفته است امام ترمذی که حدیث حسن صحیح، این حدیث حسن و صحیح می باشد. پس این بود در این مسئله، در مسئله پیش از رمضان روزه گرفتن یا بعد نصف ماه شعبان روزه گرفتن. اینجا یک توضیح مختصرا میتیم. روزه گرفتنی در آخر ماه شعبان، بعد نصف ماه شعبان روزه گرفتن به 3 قسم تقسیم می شود. اولا از 16 ماه شعبان تا آخرش روزه گرفتن، یعنی تا روز 27 ماه شعبان یا تا روز 28. ببینید از 16 شعبان تا 28 ماه شعبان روزه گرفتن
عالما میگن هر کسی که روزه بگیرد روزش مکروه است، روزش مخصوص اگر روزه عادت نداشته باشد ده همچون در هم وقت روزه بگیرد روزش مکروه است، اما اگر عادت داشته باشد هیچ اشکالی ندارد. اما یک انسان در همین وقت بیاد روزه گیر شود، روزه نافله گرفتنی شود، روزهش مکروه است. خب این حکم اولی روزه از 16 شعبان تا 28. اما روز 28 و 29 یا روز 28 خودش روزه گرفتن و روز 28 روزه گرفتن، در این صورت میگویند که حرام است، جایز نیست که انسان روز 28 را روزه بگیرد. یعنی آخری ماه شعبان را 28 و 29 روز شعبان را روزه گرفتن جایز نیست، روزه گرفتن جایز نمی باشد. یا همچنین سوم قسم روز آخران، روز شک را، روز 30 شعبان را روزه گرفتن با اتفاق حرام است، یعنی ناجایز است، درست نمی باشد، درست نمی باشد. اما در این باره، در باره آخر ماه رمضان، در آخر ماه شعبان در روزه گرفتن حدیث داریم که امام ترمذی روایت کردگی هست، اما حدیثی برای روزه گرفتنش در آخر ماه شعبان روزه گرفتن حدیث داریم، اما اون حدیث صحیح نیست. عالمان حدیث رو صحیح نمیدونن بلکه میگن ضعیف میباشد، چنانه که امام احمد رحمه الله اون حدیث رو شاذ میداند. و حدیث ابو هریره رضی الله عنه حدیثی صحیح هست، ما شما خوندیم حدیث یکم این باب حدیث ابو هریره و حدیث سوم این باب یعنی حدیث 1123 با حدیث 1125 این حدیث ها صحیح میباشن، این حدیث ها درست میباشن. اما روزه گرفتنش اون حدیث نزد بعضی از علما یا بسیار از علما حدیث رو ضعیف میدونن، حدیث رو شاذ میدونن و مخالف این ضد این حدیث میدونن. از این حساب اون حدیث ضعیف است. هر کسی که اگر اون حدیث دلیل آورد پس جوابش همین هست. پس با همین این مسئله به پایان رسید، این بابم به پایان رسید. مسئله باب نو، باب ما یقال عند رؤیت الهلال، یعنی چی گفته می شود هر کسی که ماه را ببیند، هلال را ببیند. وقتی که انسان ماه را میبیند اون انسان چی بگوید؟ هلال یعنی اول وقتی که ماهتاب که میبراید همون ماه را ببیند باید چی بگوید؟ در این باره امام نووی رحمه الله یک حدیث روایت میکند، حدیث 1227 کتاب ریاض الصالحین هست. میگوید که ان طلحه بن عبید الله رضی الله عنه، یعنی از طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا راى الهلال قال، میگوید هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که میدید هلال را یعنی ماه را، ماه نو را میدید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که اللهم اهله علینا بالامن والایمان والسلامه والاسلام، یعنی ای بار الها نو بگردان بالای ما، اهله علینا یعنی نو بگردان ماه را بالای ما با امن و ایمان، یعنی امن و امانتی و بگیم صلح و ثبات و ایمان را و همچنین سلامتی و اسلام را بالای ما بیار. یعنی با دیدن ماه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دعا را میکرد و میگفت که ربی و ربک الله، میگفت پروردگار من و پروردگار تو ای ماه الله جل جلاله است، هلال رشد و خیرین، یعنی امید است که ماه نو ماه رشد و نیکی باشد، یعنی ماه رشد و ماه پیشروی و ماه نیکویی باشد. اول پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ربی و ربک الله، یعنی نیکی آورنده این نیکی ها این الله جل جلاله است. ای ماه تو هم مخلوق الله هستی، اما امید است که این ماه باشد که الله تبارک و تعالی در این ماه رشد و نیکی را بسیار گرداند. این بود یک حدیث درباره دعا کردن هر کسی که ماه نو را میبیند. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیثی حسن میباشد. این باب با همین با آخر رسید. باب نو، باب فضل السحور و تأخیره ما لم یخش طلوع الفجر، یعنی باب در مسئله فضیلت سحر خورک در رمضان و تأخیره و به تأخیر انداختن سحر خورک ما لم یخش طلوع الفجر، در صورتی که ترسی طلوع فجر نباشد، یعنی ترسی صبح دمیدن نباشد و
به تأخیر انداختن سحر خرک، یعنی به صبح نزدیکش کردن در کار است. به صبح نزدیک کرده و اما صبح ندمیده خوردن را بس کردن. این باب که امام نووی رحمه الله در زیر این باب چند حدیث را ذکر میکند، این باب را ان شاء الله درسی آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم و این باب را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.